است. عملیات امروز که یگان موشکی نیروهای مسلح با یک فروند موشک بالستیک جدید با فناوری پیشرفته انجام داد و در آن از همه سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی عبور کرد، از جمله سامانه‌های مختلف و متنوع عبور کرد و توانست مسافت 2040 کیلومتر را در 11 دقیقه و نیم طی کند. این موشک در چارچوب پنجمین مرحله عملیات یمنی ها صورت گرفت، شلیک شد. در این مرحله که برای حمایت از ملت فلسطین صورت میگیرد، تأکید میکنیم که تا زمانی که تجاوزگری و محاصره علیه نوار غزه ادامه داشته باشد، موضع ما ثابت خواهد بود و عملیات‌های ما ادامه خواهد داشت و تا زمانی که ملت فلسطین در معرض حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما با برادران مجاهد خود در فلسطین و محور قدس و جهاد و مقاومت هماهنگ خواهیم بود و